اوی لوند خوب فکر کن در راه چی کار کردی به خاطر بیار؟ سردارم به خدا قسم میخورم که یگان کار نکردم. من دوست داشته خود با خانم سلیم نقشه های چخل آیله دار شدنم رو فکر کرده ایستاده بودم. دیگه هیچ کار کردم. حالا من نقشه آیله دار شویت رو نشون میدم. الو لبای من یاردمچی کمیسر لوند هستم. با کمیسر رونال گپ زده میتونم؟ به خدا یگان توصیت دادن نمیتونم. همین خیلی گیزلی است که گپ زدن نمیخوام. کیوای؟ سردارم من حل میکنم. شما راحت باشید، آرام شوید، اهمیت ندید. برادر کمیسر رونال در اونجا نیست؟ در میجاست. همین خیلی گیزلی است که قضیه گپ زدن نمیشه. دزدای بیناموس الماسا را رسیدن. سردارم در تای گپ مون از همین خاطر سردارم غضبناک است. ای حالا تو با کی گپ زدی همه چیز رو نقل کرده ایستاده ای؟ سردارم من چیکار کردنم را نمیدونم. بیمار شدم از دهانم هر خیلی گپ میبراید. حتی امروز با خانم بیتول گفتم که کلتکیل است اکش است. چی؟ ای خدا تو را زنن لوند. سردارم سیراتون رو از کشه گرفتم ما رو برآورده پرانه. همه رو میشنوی؟ میشنوم. برادر با شما 100 بار گفتم که همین سردارم خودت غضبناک است، گپ زدن نمیخواد. از دن من برآمد که الماسا را دوزیدن. باید گپی مرا در هر جا گپ نزنی. گوش کن، اگر همین گپ رو از دهان یگان کس فهمم قسم میخونم که تو رو در یگان جا قپیدن جزای رو میدیم. مرا فهمیدی؟ سردارم یافتم. فراموش میکنیم، همش رو فراموش میکنیم. فکر کنید که هیچ چیز نشده است، راحت شوید. حتی جنگی که با ینگه حله کرده از خانه برآمده رفتنتون هم فراموش کنید. ای خدا تو را زنن لوند. چیزی که در زندگی هم بود همش رو گفته دادیه؟ به من ده گوشک را به من ده. الو تو کیستی برادر؟ من کلتکیل است. کلتکیل است؟ کلتکیل است سردارم. تلفن البته یک دقیقه مهمش داره بگم. بسیار تعجب کردم لوند. چی میگویی؟ اما چه درجا میگردی؟ دمت را گیر باز یگانت نزنم. چی میخواهی؟ گوش کن کمیسر، گپ را درار نمیکنم. حاضر با تو یک شرط میکنیم. باز چی خیل شد؟ وقتی که خواهر من با اینجا میآید روشتهایم صورتهایم هر چیزی که درباره من است یگان تاش رو نشان نمیدی. فهمیدی؟ چیزی که درباره من است نابود میسازی. یا خدایا توبه. تو مرا تهدید کردی ایستاده‌ای؟ تو خودت رو کی میحسابی؟ من تهدید ندارم کمیسر. شرط رو پیشنهاد میکنم. آنها رو نابود ساز. نابود نسازم چی میشود؟ اگر نابود نسازی الماس ها رو فراموش میکن. الماس ها رو تو دوزیدی ها؟ سردارم الماس ها رو همون بیناموس دوزیده است. تروب کنم تو یک مشتش بزنم. من ندوزیدم، اما دزدان رو حتما میابم. اوی بشرف باز دروغ میگویی؟ کمیسر گوش کن، تو مرا میشناسی. اگر من دوزیده باشم میگویم که دوزیدم. قبول میکن. من با تو احتیاج دارم، تو با من. شرطم رو شنیدی؟ همش همین. اوی بشرف من شخص قانونیم. مانند تو با یک جنایتکار چرا همکاری کنم ها؟ اگر اون الماس ها یافت نشوند تو را از کارت میرانند. تو برای دستگیر کردن من قسم خورده ای. برای وظیفت رو از دست ندادنت و برای مرا دستگیر کردنت تو دیگر چاره نداری. خدا تو را هم الماسات را هم نابود سازد. ولی به قبم گردن تا میشکنم پچک. تمام سردار غم نخور. الو چشمشا گرفتم تمام. حالا یک میزنمت. تو را نگفتم. جوابی ده کمیسر، وقتی بسیار ندارم. خوب میلش قبول میکنم، اما گوش کن. پگاه سحری آن الماس ها باید در دست من شوند. اگر نشوند پس میدانی چی؟ به خواهرت همه اچ رو میفهمانم، حتی شخصا خودم. من راضی. سردارم میگوی که الماسا را کلتکلز دزدیده است. نه اون ندزدیده است، اما از شخصانی که الماسا را از ما را بودند دزدیده به ما میآورد. سردارم نباشد خرسندی کنید. باز با وظیفه‌تون برمیگرده سردارم. اوی چی گفتی سودایی؟ مرا دیوانه نکن. عصب‌هایم ویرانند. خاطر بین ما نگاه حادثه میشه. سردارم آروم باشید، غم نخورید، حل شد تمام. او را کلتکلس میگن. حتما الماسا را از دزدان دوزیده به شما برمیگردانند. غم نخورید. کلتکلس باز با میدانی نبر برمیگردد. سردارم کلتکلس آدمی کاربردکن است. من باوری دارم که در همین وقت‌های وزمین به ما کمک میکنه. حاضر من تو را میکشم.